رفقا سلام، خیلی خوش اومدید به کانال PSM. تو این برنامه واکنش فیلم حسین رو میبینیم به درامایی که بین سهیل سلبا و سهیل پرنگ پیش اومده. مرسی از حمایتتون، لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموش نشه. الان فضای خوبی نیست تو یوتیوب، خودتون دارید مشاهده میکنید. چت اسم این کاری که میان عکس منو میذارن روی ویدیو، مینویسه عصبانیت فیلم از درامای اخیر. چت اسم این کارو شما چی میبینید؟ خدا وکیلی. آقا من خودم مطمئنم چت شما جز احترام از من هیچی نمیبینید. اگه هر روز رفتم یه روز در میون گفتم من مدیون ویورمم، نمیتونید منو خراب کنید. یکی به من نوشته زر نزن، من گفتم دهن تو، من اصلا فوشش هرچی بهش گفتم داداش اون با من خوب صحبت کرد. شما فکر کنید تو خیابون منو یکی ببینه من هیچ کاری نکردم من میگه زر نزن. بالاخره آدم یه روز هست نرمال نباشه، یه روز هست فشار روش باشه. با این رویه تا سال دیگه بچه‌ها به نظر شما یوتیوب ما چیزی ازش میمونه؟ 2 نفر با هم درگیر شدن، 2 نفر با هم الان بحث شده، 1 نفر اومده گفته آقا من اشتباه کردم، معذرت خواهی هم کرد. آیا آتیش بیار معرکه بودن کار خوبیه؟ آیا این که بقیه بخوان این دعوا رو آتیش بندازن توش چیز خوبیه چت؟ چه سودی داره برای مخاطب، چه سودی داره برای خود اون طرف؟ به من بگید. آیا آقا الان باید این جوه رو خوابوند یا من باید بیام بگم هو یه نف بریزم روی یه دونه آتیش کوچولی که بلند شده، یه جنگ رو بندازم؟ خب چت این یعنی چی؟ این دعواها به نفع هیچ کس نیست. من دوست ندارم از روابط شخصیم با رفیقام چیزی بگم. کلن من اخلاق خودمو دارم میگم و یه بحثی چیزی هم پیش میاد به خدا من مقصر نبودم. مثلا دارم راجع به مثلا کسایی که شاید شما ندونید صحبت میکنم. خب آدما بچه اونجوری که خیلی ساده مثلا بتونید تشخیصشون بدید نیستن. بعضیا درونگران چت، بعضیا چه میدونم دوست ندارن خیلی چیزا رو توضیح بدن. رفیق من اشتباه کرده، خودش هم قبول کرد، ولی چت رفیق من برای من چه کارایی کرده؟ خدایی هممون داریم با منطق صحبت میکنیم دیگه. این آدم چت تو زندگی من جز خوبی هیچ کاری برای من نکرده. چت آدمی بود که من یوتیوب نداشتم چت، من اصلا فقط استریم میکردم، به من گفت باید یوتیوب نصب کنی. من هیچ وقت قبلا هم یادم نمیره چت اومده 6-7 ماه. خب خیلی من بد نمک به حروم باشم که چت این چیزا رو یادم بره. خیلی من بد آدم حرومزاده و نمک به حرومی باشم الان که رفیقم یه اشتباهی کرده من یادم نمیره چت. من آدمش نیستم. این آدم خونواده منه چت. تمام دنیا جلوی این آدم وایسن، این آدم خونواده منه چت. به همون نونی که سر سفره مادرم خوردم. میخواید فوش بدید، میخواید بخندید بهش، هر اتفاقی بیفته چت. اگه این آدم نبود شاید من به خیلی منو کمک کرده تو این زندگی چت. من سر این آدم با هیچ احدی شوخی ندارم، سر هیچ احدی. مردانه دارم حرفامو میزنم. آدم اشتباه میکنه، خیلی ها چت این وسط آتیش دارم میندازم به جای اینکه این مسئله رو حل کنن. اشتباه کرده، خودش داره میگه من اشتباه کردم. بذار اینجوری بهتون میگم چت، کسی حرف من الان گوش نمیده که من بخوام این قضیه رو درستش کنم. متوجه حرفم میشید؟ من فقط میخوام آقا آشتی بشه این وسط، اوکی بشه همه چی. من آقا از بقیه یوتیوبرها و استریمرها خواهش میکنم بیاید کمک کنیم این قضیه ها حل و فصل بشه. آقا میشه بچه ها این قضیه، میدونم اتفاقای بدی الان افتاده ولی چت این قضیه ها درست میشه. میگه مظلوم نمایی داری میکنی، دارم میگم همه بیاید با هم این قضیه رو درست. داداش پس شما که میگی مظلوم نمایی میکنی دنبال دعوایی داداشی، بیا بگو حال میکنم با دراما، بگو اعتراف کن، بگو خوشم میاد دعوا کنید با هم. بگو اگه گلی به سر خودم زدم تو ویدیوی خودم زدم،
من نه دعوا دارم با کسی، نه میخوام کسی بیاد تو ویدیوم، نه نیازی به کسی دارم بچه‌ها برای ویو. من خودم هر گلی به خودم بزنم خودم زدم بچه‌ها. سهیل هم اگه میمد تو ویدیوی من به خودش دوست داشت بیاد، یه اوکی بابت این قضیه بذارید. اگرم ویدیوی کسی رفتم دعوت شدم با عشق رفتم ویدیو گرفتم برای طرف بدون هیچ خارکسته بازی و هیچ منتی. یوتیوب و استریم فضای مجازی عشق منه، از بچگی دوست داشتم توش فعالیت کنم. متوجه صحبتهای بنده میشید؟ من دارم میگم بچه سهیل اشتباه کرد. بچه که نیست اشتباه کنه، داشت مرد 30 ساله 35 ساله با یه تصمیم اشتباهی خانواده رو میده رو هوا. اگه کسی به حرف من گوش بده، من همین امشب کار میکنم این داستان رو تموم شه. اگه کسی به حرف من گوش بده، ولی متاسفانه کسی به حرف من گوش نمیده. یه چیزی بهتون میگم جدا از هر چیزی، بدترین وضعیه که تو شغلم دیدم بدترین وضع. اصلا نمیتونم باورم نمیشه اینقدر وضع فضای کاریم اینقدر خرابه پشمام ریخته من تا حالا تو هیچ تیمی نبودم، به جون مادرم دارم قسم میخورم. من اصلا این داستان رو هیچ وقت نفهمیدم. به جون مادرم سایت تیم خستم. من مگه خدام، مگه من قاضیم بیام بگم این اینجوری کرده اون اینجوری کرده؟ آقا من فقط گفتم من تو روز سخت کنار رفیقمم. من برای اولین بار تو کارم گیجم. اصلا یه گیجی هم که نمیدونم. گیجم برای اولین بار تو کارم انقدر گیجم. حسین جان عزیزترین کست، این کارا برای ویو نیست. میگه به نظرم بیخیال ورزش تو برو سمت اعتیاد. داشت همینجوری بگاه رفتم دیگه، معتادم بشم چی دیگه. بنده تمام محتوام چه استریم چه یوتیوب چه ویدیو همش تنها. اگرم کسی رو بیارم کس خاصی نیست، مامانمو میارم، چه میدونم مرجانو میارم، برای اینکه از حاشیه دور باشم، برای اینکه آرامش روان داشته باشم، خودم مخاطبام. تمام ویدیوهای بنده تنها میشه، تمام یوتیوبم استریمم فقط خودم و شماییم. فقط اومدم اینجا حرف زدم که فکر نکنید من اسکلم یا مثلا بند بی توجهم به حرفاتون، به دایرکتاتون، به کامنتتون. من حرف زدم آقا، چیزی که به نظرم درسته جنبندی اینه که این داستانا تموم شه، آشتی کنن همه راجب خودم. من یکی آقا جون مادرتون اگه ویدیو هم میذارید بذارید، من یکی فقط میخوام آقا برای 1 دقیقه هم که شده فقط خوشحال کنم کسی رو. این شغل منه، مخاطبا رو. همین فقط توضیحم همینه. نه دنبال حاشیه‌ام، نه آتیش بیار معرکم، نه میخوام سوء استفاده کنم از کسی. شما هم بچه اگه جایی رفتی تو استریمی تو ویدیویی بگید ایشالله که اوکی شه. به خدا اگه کوتاه بیاید به جون من چیزی رو از دست ندادید. ببخشید آقا، شما بزرگی کنید. اگرم اشتباه این وسط شده خواهش میکنم ببخشید. همین. چی بگم دیگه من چی بگم؟ امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. فردا هم همین ساعت ها با هایلایت استریم ها به خونه هاتون میایید. تا فردا، خدا نگهدار.